اگه به مدت 7 روز فقط گوشت بخوری چی میشه؟ روز اول انرژی فوق العاده بالایی داری، چون پروتئین های گوشت مثل یه موتور توربو شارژ عمل میکنه و نمیذاره خستگی تو تنت بمونه. روز دوم با خوردنش کاملا احساس سیری میکنی و دیگه دلت نمیخواد پرخوری کنی و هله هوله بخوری. از روز سوم بدنت به جای قند چربی‌ها رو میسوزونه و عضله سازی شروع میشه و بدون هیچ تلاشی وزن کم میکنی. روز چهارم پروتئین گوشت با کمک اسید آمینه هایی که داره سلول های بدنت رو ترمیم میکنه و درداتو کاهش میده. از روز پنجم مغزت مثل بنز کار میکنه، چون همین پروتئین ها باعث میشه پیام های مغز سریعتر منتقل بشه و در نتیجه تمرکزت رو بالا میبره و حافظت رو تقویت میکنه. روز ششم پروتئین با تولید سلول های ایمنی عفونت های بدنت رو از بین میبره و از مریض شدن جلوگیری میکنه. و بالاخره روز هفتم احساس میکنی بدنت به حد اکثر تواناییش رسیده، انرژی و تمرکزت بالا رفته، چربیات آب شده و اینجاست که به خودت میگی ای کاش که زودتر شروع میکردی. راستی اگه رفیق ورزشکار داری این پست رو حتما واسش